جسد گلبدین زیوبکوف ساکن 29 ساله دیای تفدیم نویه روشکلای ولایت مختار کوهستان بدخشان را که مرگ شبه برانگیز او بعد بازداشتش در سانحه 25 نوامبر باعث اعتراضهای چند روزه در شهر خوروغ شد، برای تشخیص دوباره از گور بیرون آوردند. انتظار زیوبکوف برادر گلبدین زیوبکوف به رادیوی آزادی گفت جسد گلبدین را روز 11 دکامبر در حضور نماینده جامعه شهروندی از گور بیرون آوردند. او گفت به خاطر تفتیش عادلانه پرونده به بیرون کردن جسد رضایت دادند. پیوندانش به رادیوی آزادی نقل کردند که کارشناس سود طبی برایشان گفت احتمال در جسد 2 تیر باقی مانده است و آن را برای سنجش باید بیرون آورند. به گفته انتظار زیوبکوف در این تشخیص معلوم شده است 1 تیر در کمر او زده شده است و از دلش بیرون شده است. آنها چی یافتند و به چه نتیجه رسیدند؟ حالا تا آخر تفتیش باید انتظار شویم. هنگام بیرون کردن جسد نمایندگان جامعه شهروندی همراه آنها بود، گفت او. یادآور می‌شویم گلبدین زیوبکوف را روز 25 نوامبر در تفدیم دستگیر کرده به خوروغ بردند. این ساکن تفدیم به گروگان گرفتن یادمچی پروکورور نویه روشکلا عبدالستار ابیرزاده ایبدار میشد. بعدا گفته شد که گویا در راه بر اثر زخم‌های هنگام بازداشت برداشته‌اش جان باخت. مقامات گفتند که زیوبکوف هنگام بازداشت مقاومت مسلحانه نشان داد و به این دلیل به ضد او از سلاح استفاده بردند. اما ساکنان تفدیم میگویند که زیوبکوف آن روز سلاح نداشت و ساکنان تحت فشار مقامات از ترس امضا کردند که او گویا با تپانچه مسلح بود. در هر صورت یک گروه ساکنان بدخشان روز 25 نوامبر جسد کفنپیچ و خونالود گلبدین زیوبکوف در کوچه‌های خوروغ راهپیمایی کرده سپس با طلب به جوابگری کشیدن نفران گناهکار در مرگ او در میدان اسماعیل سامانی در روبروی بنای حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان گرد هم آمدند. این اعتراضات در خوروغ 4 روز دوام کرد و تنها بعد وعده مقامات برای تحقیق مشترک پرونده مرگ زیوبکوف مردم خانه به خانه پراکنده شد. برای تفتیش مرگ این ساکن تفدیم یک گروه مخصوص عبارت از 20 کارمند مقامات تفتیشاتی و 6 نماینده جامعه شهروندی خوروغ تشکیل شده است. نمایندگان جامعه شهروندی از رفت تفتیش پرونده زیوبکوف و اجرای دیگر طلب‌های اعتراضگران ناراضگی می‌کنند و می‌گویند از جمله تا حال در خوروغ و اطراف آن علاقه موبیلی و اینترنت پورا برقرار کرده نشده است. اخیراً خورسند محمدشایف یک عضو کمیسیون 44 که اعتراضگران خوروغ برای مذاکرات با مقامات و نظارت جریان اجرای طلب‌هایشان انتخاب کردند گفت نمایندگان جامعه شهروندی به نشان اعتراض از ادامه همکاری در کمیسیون تحقیق مرگ گلبدین زیوبکوف موقتا دست میکشند. اما خوجمری پیرمحمدوف مسئول دفتر مطبوعات جامعه شهروندی گفت آنها آماده همکاری هستند تا واقعیت روشن شود. پیرمحمدوف از آن اظهار نگرانی کرد که مقامات در اجرای طلب‌های اعتراضگران از جمله برقرار کردن علاقه موبیلی و اینترنت سهلنگاری نشان میدهند و به تحقیق مرگ زیوبکوف نیز جدی مناسبت نکرده ایستادند. جامعه شهروندی بدخشان همچنین میخواهد از مقامات روشن کند که چرا در جریان اعتراضهای روزهای 25 و 28 نوامبر از سلاح استفاده شده است. در آن روزها در عموم 3 نفر به هلاکت رسیده، 16 نفر از ساکنان و 12 کارمند مقامات زخمی شدند. چرا از گاز اشک‌آور، اشک دست و یا از امکانات دیگر استفاده نشد و از سلاح استفاده کرده شد؟ ما در گردهمایی‌های دیگر کشورها در شبکه‌های تلویزیونی می‌بینیم که جانب تظاهرگران چنین مناسبت نمی‌شود، گفته است یکی از فعالان جامعه شهروندی بدخشان به آزادی.